سلام بر شما. طبیعت ما چنین ساخته شده است از 4 رشته. خاک که بدن ما و شما وزنینی را از آن حساب حس می کند که عنصر خاک در وجود ما و شما هست. آب نرمی بدن ما و شما از حساب عنصر آب است. گرمی از حساب عنصر آتش است که نماینده آفتاب در سرشت ماست. و البته سبکی که ما و شما داریم به حرکت میکنیم از حساب عنصر هواست. این 4 رشته‌ای که بدن ما را بافتند ما و شما را میتوانند گوش کنند اگر ما با دنیای زیر شعور وارد شویم. بنشینید آرام و خود را در بین میانه سر قرار دهید. بدن خود را نرم کنید. قوه زیادتی را از تمام عضوهای خود بگیرید. ما و شما که متریای خاک را داریم، وزنینی که حالا در بدن ما و شما پیدا می شود، این سبب پیوست شوی ما و شما و قوه جاذبه زمین است. بپیوندید با آن که این است عنصر خاک که با واسطه تأثیرات آب نرم و ملایم شده بدن ما و شما در نظرمان دیگر خیل می نماید. بپیوندید به آن قوه هایی که در اطراف شما هستند. آهسته در بدن گرمی پیدا می شود که گرمی از حساب آتشی بدن ما و شماست و این گرمی نماینده آفتاب است. ما مجموعی تمام طبیعت هستیم که شعور کائنات قدرت خود را در ما و شما نشان داده است. گرمی حرکت می کند چون که برنده آن خون ما و شما است. گردش خون درست شد تمام دردهای بدن نیست می شوند که درد نارسایی گردش خون است. با آهسته به دنیای دیگر وارد شده ایستاده ایم که آن دنیا را ما دنیای زیر شعور می گوییم که شما جزوی از طبیعت هستید و طبیعت کمک کننده ما و شما است. حس کنید که چی طور هر بار نفس می گیرید بدن شما سبک شدن می گیرد چون که پر از هوا می شود و خاصیتی متریه ها همین است. چون چشمان شما پوشیده هستند وارد شدید به دنیای باطنی خود. پس ببینید کدام فکرها آنجا حکمرانی می کنند. فکرهای سالم، فکرهای آبادکار، فکرهای صحت کننده، فکرهایی که قوه نیروی نهانی شما را و 4 عنصری طبیعت شما را استفاده می برند که در سالی که در پیش است شما می توانید به مقصدهای عالی خود برسید و قوت زیاد خود را صرف کنید در آبادی جمعیت و وطن خود که ما و شما خشتی هستیم از وطن خود و مسئولیتی کلانی داریم نسبت به آن، نسبت به عائله، از آن جمله فرزندان. چون بدیدید فکرهای خود را و آنها را براندید و در سرخالگی فارمی پیدا شد، اکنون فکرهایی که مقصدهای شما را روشن می کنند آنها را واردی زیر شعور سازید. شما می توانید در سالی که آمده ایستاده است سلامتی خود را نگه دارید و خوبتر کنید. عائله خود را بهترین عائله های جمعیت گردانید و قوت زیاد خود را در آبادی جمعیت و وطن خود صرف کنید. انسان کامل شدن آسان است، البته خواهش باشد. به شما خواهشی انسان کامل شدن تمنا دارم.